به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. ز نام و نشان و گمان برتر است، فروزنده بر شده گوهر است. نیابد بس آقا بس، فشار به خودت نیاد دیگه، اتفاقی افتاده. راحت باش، خودت معرفی بکن. با سلام زکریا زرزری. با سلام مازیار مرمری. با سلام بردیا بربری. سوال ده بپرس. ببخشید. و اما سوال، شیمیدان برجسته فرانسوی که روش پاستوریزه کردن مواد غذایی را به وجود آورد کیست؟ ویکتور هوگو. هوگو فرانسوی هست ولی شیمیدان نیست. لاوازیه. لاوازیه شیمیدان هست ولی فرانسوی نیست. آلفرد نوبل. خب آلفرد نوبل هم شیمیدان است هم فرانسوی است ولی جواب سوال ما نیست. خب معلومه که اطلاعات شما هم در این زمینه بسیار خوبه. من راهنمایی میکنم. اسم این میکروب شناس آقا میکروب شناسه یا شیمیدانه؟ فرقی نداره. این دانشمند در هر دو زمینه تخصص داشته. چجور فرق نداره؟ فرق داره. فرق داره. میکروبیولوژی خودش یه علم مهم جداییه. چه داره میگه ای؟ پروبیوتیک دکتر فرانسوا ژاکوب، دکتر پیر ژوزف. باکتری شناسی پروفسور لوئیس بر، دکتر امیل انگو. قارچ شناسی دکتر سمیخ سویج، پروفسور ژاک مون. معذرت میخوام، اینا همه فرانسوی و میکروب شناسن؟ سی مسیو. خب من معذرت میخوام که سوال رو از اول کامل نپرسیدم. دوستان عزیز بفرمایید که شیمیدان و میکروب شناس برجسته فرانسوی که روش پاستوریزه کردن مواد غذایی رو به وجود آورده کیست؟ آخه چرا سکته زدیم دور از جان؟ این همون سوالی که این بلبل گفتینش؟ راهنمایی میکنم. با لویی شروع میشه. لوئیس همیلتون. آقا اون که راننده فرمول 1. لویجی بوفون. ای بدبختی، چرا به هم ریختی؟ چرا اینقدر هولید؟ شما با این اطلاعات خوب، این همون سواله. من راهنمایی میکنم، تمرکز داشته باشید. اسم این دانشمند فرانسوی روی یکی از میادین تهرانه، در مسیر میدان انقلاب به میدان راه آهن. لوئی شوش. لوی مولوی. لوئی دروازه غار. آقا جان توجه بکنید، گفتم بین میدان انقلاب به میدان راه آهن است. لوی قزوین. نگه دار، یه خورده اونورتر قزوینه. لوی از اینور لوی آب یک به سمت کرج، از اینور لوی آوج به سمت همدان. لوی دروازه قار، لوی آب یک، لوی مولوی. فراموش کنید. فراموش. این دانشمند چه کشف کرده بود تا به اسمش برسیم؟ چه کشف کرده بود؟ آقا چه کشف کرده بود؟ من 10 بار این سوال پرسیدم. آقا گفتی فراموش کنین، کل حافظه ما رو فراموش کردیم. الان برگشتیم به تنظیمات کارخانه. پاستوریزه. خب پاستوریزه از اسم این دانشمند گرفته شده، پس میشه لوی ریزه. لوی ریزه. خدا چرا من آف نمی کنی؟ تنفس. میگردیم به مسابقه. اما قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم عزیزان جان، من یه عذرخواهی بکنم بابت عصبانیت هام و داد زدن هام. باور بفرمایید دست خودم نیست. برها خودت هم میدونی اینجا چه خبره. دست برقضا هر کسی هم میاد شرکت میکنه 2 برگ کاغذ مطالعه نکرده. 3 بار من سکته قلبی کردم، 4 بار از سکته مغزی فرار کردم فقط به خاطر گران حساب کرده. نه خوب بود باز نسبت به. خسته نباش. سلام علیکم دوستان، عذرخواهی میکنم کجا تشریف داشتین؟ شما تنفس دادیم، ما هم رفتیم کارامون انجام دادیم. حالا تو غذای خوردیم، دست به آب زدیم و برگشتیم. واجب بود باید میرفتیم. نکنم شما فکر بکنین اینجا ترمینال اتوبوس هست.
یا من راننده اتوبوسم؟ تنفس داره. به جای اینکه به فکر غذای روح باشین، به فکر غذای معده هستین. اگه به روح اعتقاد داشته باشین البته. و اما سوال، به کسی که در مزرعه برنج میکارد در اصطلاح چه میگویند؟ ماشاءالله ماشاءالله چه کردی؟ خرمنزیو خدا قوت. هی نگفتم؟ مگه اینجا سر زمین آقا؟ چرا داد میزنید؟ اینجا استودیو یک مکان فرهنگیه. عذرخواهی میکنم بینندگان عزیز. من میگم در اصطلاح به این فرد چی میگن؟ زحمتکش. خیر نانآور خانواده. عزیز من توجه داشته باشین، این فرد اسم مشخص داره. اولش هم با ش شروع میشه، شیرولی. دومش هم با آ شروع میشه، شاولی. حرف آخرش هم با ر شروع میشه. شاولیار. خیلی خوب، اینایی که اسم بردین کیان؟ کسایی که سر زمین با کد یمین و عرق جبین دارن زحمت میکشن. باشد به همینایی که سر مزرعه برنج با کد یمین و عرق جبین زحمت میکشن به اصطلاح چی میگن؟ ماشاءالله ماشاءالله چه کردی شاولی؟ خرمنزیا خسته نباشی شاولیاره. خدا قوت شیرولی. شما تا حالا اسم شالیکار به گوشتان خورده؟ بله. به کی میگن؟ به کسی که برنج میکاره. خب مگه من چه پرسیدم؟ شما ذهن ما منحرف کردی. باید میگفتی به کسی که در شالیزار برنج میکاره چه میگن، نه در مزرعه. مزرعه معنی دیگه ای داره. درست عرض میکنم استاد؟ کاملا درست میگی. استاد لطفا خودتان توجیش بکنین نمیدانی. بفرمایید. بفرم. خاک نظامی که به تایید اوست مزرعه. استاد عذرخواهی میکنم اینا حیف ما یادداشت نکنیم. اگه امکان داره یه بار دیگه بفرمایید شمرده طرف. خاک نظامی که به تایید اوست مزرعه دانش توحید اوست. دانش توحید. بله. نظامی گنجوی. یا این جهان مزرعه آخرت است. بله. این جهان مزرعه آخرت آخرت است. است. هر چه خواهد دلت ای دوست بکار. استاد اثر کیه؟ ابن یمین امثال الحکم صفحه 247. ابن یمین امثال 247. 247. استاد رفت. ولش کن، اینجا جای آدم بیدانش و بیخرد مثل آقا نیست. بفهمم میفرمودین. بله. ادامه بدید. مزرعه دانسوز مزرعه دانش. اشاره به دنیا و عالم است. مزرعه دنیاسوز اشاره به مال دنیاست. احسن. پس باید توجه داشته باشیم که مزرعه فقط برای کشت برنج نیست. کاربردهای فراوان دیگه هم داره. احسن استاد خیلی استفاده کردیم. واقعا. استاد تنفس بفرمایید. تنفس که بخش قبل بود، الان دیگه باید بریم خانه ما. استاد واقعا تلمس کردیم. خواهش می‌کنم. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. خسته نباش. میکننش موجی دو